درود دوستان، اومدیم به شهر نوشاباد یا انوشاباد. اینجا اقامتگاه انوشیروان ساسانی بوده این شهر و خب این هم قلعه قدیمی شهر بوده. قدیمی ها خب اینجا زندگی میکردن، برج و باروهاشون، این دروازه شهرشون. خب شهر قدیم جمعیتش کمتر بوده دیگه، بخصوص که تو این 100 سال اخیرم وبا و جنگ و مریضی تو ایران بوده، خیلی ها رو میکشته، شهرها کوچیک میشده. بریم بالای این برجه ببینیم چه خبره. اومدیم بالای دیوار، البته دیوار خالا این بلندتر بوده و میریم داخل یکی از برجها، از اون بالا شهر نوشاباد رو نگاه کنیم. از اینجا که میری این راپله بالای برج اینه. حالا اینجا هم فکر کنم محل استقرار سربازا و اسلحه خونه و حالا دیگه آتیش و احتمالاً وسایلی که الان نیاز بوده اینجا نگه می داشتن. بریم از راپله تنگ و تاریکش بالا. یا پیغمبر، اینجا یه طبقه دیگه هم هست. این هم یه طبقه دوم همین برج است. بازم اینجا هم حالا اما محل استقراری چیزی بوده. سقفش هم بازم یه گنبدی و کاگلی و یه خورده بهش رسیدن. مردم اینجا کلا مردم این دشت و کویر میرسیدن به اماکنشون. حالا اومدیم جلوی یه راپله دیگه، این هم بریم بالا و امید الله پروردگار و خدا نمیشه رفت. انقدر باریکه اینجا، ما هم خوردیم توپال شدیم، رد نمیشیم از این جاهای باریک. خودمون آوردیم بالا. این هم بالای یکی از برج‌های قلعه نوشاباد در نزدیکی کاشان، همون یه 5-6-7-8 کیلومتری با کاشان فاصله داره و تقریبا اونجا هم همون شهر زیرزمینی نوشاباد اون چیزش پیداست، اون در و پیکرش پیداست. ببینیم شهر نوشاباد هم بزرگه ولی خب یه قدیما همین بوده. البته این ارگش بوده، حالا این راهنمایی نداره، اینجا ارگش بوده. شهر احتمالاً بزرگتر از این محوطه بوده. اینجا یعنی پادش اون حاکم و اون شاهنشین و وزیر وزرا و دفتر دستک و اداریشون تو این قلعه بوده و خود شهر نوشاباد حالا بالاخره دیواراش بزرگتر از اینا بوده. بله این ارگی بوده. من حالا پایین گفتم که این خود کل شهر همین میشده ولی خب حالا انگار که اشتباه میکنم، این ارگ میشه یعنی شاهنشین و خب دور و ور بازم یه دیوار دیگه دور این بوده که خیلی بزرگتر و مردمان عادی بیرون زندگی میکردن و زمین کشاورزی هم که دیگه دور و ور بوده. این هم باید از اینجا دوباره بریم پایین بالای یکی از برج‌های سالم دیگه، همون قلعه. ای بابا انقدر تنگه اینجا. اینجا اومدیم بالا، 2 طبقه است این برجاش، 2 طبقه است. اونا رفیقمونم ببین که همونجور این لنگه خودم دنبال اینجور چیز هست. نگاه از
قلعه در پیکر قلعه این شروع داره میره بالا. اون مسیر ما خودمون هم رفتیم. قلعه تاریخی نوشاباد. خب اینجا هم دیگه بازی تمام شد. تپه سیال که دیدیم، شهر زیرزمینی آوی هم دیدیم و اینم قلعه نوشاباد و حالا برگردیم به سمت کرج عزیزمون. مؤید باشید. مثلا اینا فکر کنم بازسازی شدن. آره اینا اصلا روش گل گرفتن. چه بازسازی؟ روش گل گرفتن. اینم حالا نمیدونم در خروجی در نبوده، نه خروجی بوده، چی بوده؟ اون درش بوده. اون درش بوده. آره. این آره احتمالاً ریخته. دیگه گفتن یه قاب بذاریم. اینجا بیرون قلعه است. البته این فکر نمی کنم در باشه، این حالا ریخته یا چی شده دیگه کردنش در. اینم دیوار بیرونیش، اونم به یه برج دیگه. یک ضلع دیگر قلعه. اینم باغ. سلام علیکم. پارک خوشگل و جمع جور نوشاباد. راحت بشه آقا، ما فیلم دوربینو برداشت. اینم یه ضلع دیگهش. نگهبان قلعه داره ما رو رصد میکنه. خسته نباشید. با اهواز. این سوراخ ها توی این دل برج دقیقا نمیدونم چه کارایی داشته، چون برای حالا یه خورده اوریب بود، شاید برای تیراندازی با تفنگ‌های سرپر بوده، چون دیگه جواب تیر و کمان رو نمیده. این مثلا بازسازی شده. اینم این یکی ضلع قلعه نوشاباد. انوشاباد یعنی شاید انوشیروان هم توی همین قلعه ها استراحت کرده و اینا رو دیده. یه برج دیگه که این اصلا کلا دیگه چیزی ازش نمونده. این حالا فکر میکنم نشون میده که بنا با بنا چقدر فرق داره، معمار با معمار چقدر فرق داره. به قول معروف میگن معمار داریم تا معمار. کلا اینجاها پوکیده، همون قلعه است، همون مساحت، کلا چند صد متره مگه چند هزار متره، ولی مثلا به طور مثلا دیوارا اینور اینجوری بریزه، برج و بارو و دیوار اون طرف سالم. خب مساله هم که یکیه، اون کسی که کار کرده با اینا و فکر میکنم آره این باید در اصلی باشه.